سلام بینندگان ارجمند برنامه‌های رادیوی آزادی. امروز چهارشنبه 9 ایول است. شما را به دیدن نشر نوی برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی دعوت می‌کنیم. برنامه با زحمت همکاران ما در تاجیکستان و پراگ تهیه شده است. سرخط موضوعات اساسی این نشر از این قرار است: پرونده جنایی 19 گمانبر در حمله به تالار کروکوس ولایت مسکو که اکثرشان شهروند تاجیکستان هستند در دادگاه حربی محاکمه می شود. معلوم نیست جریان مرافعه باز خواهد بود یا پوشیده. ترامپ گفت از پوتین خوشنود نیست و اشاره کرد که برای سرکشی رهبر روسیه از ختم جنگ در اوکراین به این کشور اسلحه دفاعی میفرستد. ما از پوتین، من از او خوشنود نیستم، چون که او مردمی زیاد را میکشد و شمار زیادی آنها سربازان خودش هستند. یک راننده ماشین سیاه شیشه در تاجیکستان ادعا دارد که ناظران بازرسی دولتی او را ناعادلانه در حجم بیش از 9000 سامانه جریمه کردند. در اونجا و یا به یگان سوم چای پولی پیشنهاد میکنم و یا من حتما اونجا جواب میدادم. پرونده گمانبران حمله به کروکوس به دادگاه حربی مسکو وارد شده است. به اطلاع خبرگزاری رسمی تاس قرار است در کرسی عیبدار شونده ها 19 گمانبر حاضر شوند که اکثرشان تاجیکستانیان می باشند. روسیه گفت گمانبران عضو گروه شاخه خراسان دولت اسلامی بوده به منفعت اوکراین عمل می کردند، ولی اوکراین این اتهام را کاملا بی اساس نامیده است. حامیان حقوق حبس گمانبران را با شکنجه های بیرحمانه چون پایمالکنی وحشتناک حقوق انسان محکوم نمودند. جزئیات دیگر در مطلب از همکارم محمد وفا رضازاده. با اطلاع خبرگزاری رسمی تاس، پرونده 19 گمانبر حمله به تالار کنسرتی کراکو سیتی هال به دادگاه دوم حربی حوزه غربی شهر مسکو وارد شده است. این حمله در ماه مارس سال 2024 در شهرک کراسنگورسک ولایت مسکو رخ داد و در آن 149 نفر کشته شدند. یک مسئله جدی دیگری که فعلا ناروشن میماند این است که آیا مرافعه به طور باز برپا می شود یا بسته. در مدت بیش از یک سال این حادثه در دایره این پرونده اکثرا شهروندان تاجیکستان بازداشت شده، ولی معلوم نیست تا کجا با وکیل دفاع و یاری حقوقی سفارت تاجیکستان تأمین شدند. مقامات در تاجیکستان در صحبت‌های بدون نشر بر رادیوی آزادی اعتراف کردند که مقامات روسیه درخواست آنها را برای رسیدگی به گمانبران در بازداشتگاه نادیده می‌گیرند و هیچ همکاری متقابلی با آنها نشان نمی‌دهند. هنگام بازداشت گروه اولی با نام اجرا کنندگان این جنایت، به قول حامیان حقوق، آنها به طور نمایشگرانه مورد شکنجه‌های بیرحم و وحشتناک قرار گرفتند که توسط تلویزیون هم آشکارا نمایش داده شدند. یک پیام سنگین این حمله جاری شدن تغییرات سنگین در قانون‌های مهاجرت و از خاک روسیه اخراج شدن ده‌ها هزار مهاجران کاری گردید. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در جلسه اعضای حکومتش در کاخ سفید گفت که از پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین ناراضی است. به قول پرزیدنت آمریکا پوتین برای ختم جنگ آماده نیست. ترامپ حالا به فکر جاری کردن تحریم‌های نو ضد روسیه می باشد. او روز سه‌شنبه از جمله گفت که پوتین هرچند بسیار خوشمعامله است اما سفسطه زیاد میگوید و در اصل انسان‌های بسیاری را میکشد. ترامپ که ختم جنگ در اوکراین را هدف مهمی سیاست خارجیش نامیده بود، وقتی آخر درباره پوتین با لحن دیگر صحبت میکند. میرزا نبی خالقزاد موضوع را ادامه میدهد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در این آخرها دیگر ناراحتیش را از رهبر روسیه ولادیمیر پوتین پنهان نمی‌دارد، چون جنگ در اوکراین با شدت بیشتر ادامه می‌کند. ترامپ اخیراً گفت که در اندیشه جاری کردن تحریم‌های نو ضد مسکو میباشد. 5 روز بعدی صحبتش با پوتین روز 8 ایول در صحبت با خبرنگاران در کاخ سفید ترامپ اشاره کرد که رسیدن به هدفش در زمینه ختم جنگ در اوکراین که بیش از 4 سال است ادامه دارد تا رفت مشکل تر می شود. ترامپ گفت از پوتین سفسطه بسیار شنیدیم، او اکثر وقت بسیار خوشمعامله است ولی فایده ندارد. ما از پوتین، من از او خوشنود نیستم، چون که او مردمی زیاد را میکشد و شمار زیادی آنها سربازان خودش هستند. اکثرشان سربازان او می باشند و حالا هفته تا 7000 نفر کشته می شود. این سخنها یک روز بعد آن صدا دادند که ترامپ برای ارسال بخشی از سلاح‌ها به اوکراین راضی شد.
از این پیش قانونگذاران در کنگره از جمله اعضای حزب جمهوری‌خواه قطع کمک‌های حربی به اوکراین را تنقید کرده بودند. ما می‌خواهیم سلاح‌های دفاعی بفرستیم چون پوتین با انسان‌ها مناسبتی درست ندارد. او بسیاری‌ها را می‌کشد. از این رو ما برخی سلاح‌های دفاعی را به اوکراین می‌فرستیم و من قرارش را امضا کردم. هجوم روسیه به اوکراین در تاریخ 24 فوریه سال 2022 آغاز عظیمترین و پرقربانی ترین جنگ در خاک اروپا از زمان جنگ دوم جهان دانسته می شود. مرکز مطالعات استراتژی و بین المللی در واشنگتن در گزارش هفته گذشته نوشت که تلفات جانی در این جنگ از جانب روسیه تابستان امسال به 1,000,000 نفر و از جانب اوکراین به 400,000 نفر برابر خواهد شد. ترامپ که ماه ینور امسال بار دوم به حیث پرزیدنت ایالات متحده آمریکا سر کار آمد، ختم جنگ در اوکراین را هدف مهم سیاست خارجی خود نامید. آن زمان تا کنون 6 دفعه با پوتین تلفنی هم صحبت شد و 3 دفعه نماینده ویژه‌اش را به ملاقات او به کرمل فرستاد. قانونگذاران آمریکایی از ترامپ تقاضا دارند که به اوکراین سلاح بیشتر فرستند و بالای روسیه تحریم‌های نوی جاری کنند، چون به قول آنها تنها تدبیرهای سنگین میتواند کرملین را برای ختم جنگ وادار کند. سناتور جمهوری‌خواه لندسی گراهام طرح قانونی را معرفی کرد که به پرزیدنت قدرت جاری کردن تحریم‌های علاوه‌ای بالای روسیه و تعرفه‌های جزادهنده به کشورهایی را می‌دهد که به مسکو در این جنگ یاری می‌کنند. تا این آخرها ترامپ از جاری کردن تحریم‌های نو بالای روسیه خودداری کرده گفته است که این چاره‌ها گفت و شنید صلح را به هم می‌زنند. حالا که مذاکرات صلح هیچ نتیجه‌ای نمی‌دهد، ترامپ گفته است که این امکانیت را مد نظر دارد. وی گفت ما تحریم‌های لندسی گراهام ضد روسیه را انتظاریم. پهن شدن خبر احتمالی اخراج همه پناهندگان افغانستانی از تاجیکستان باعث نگرانی جدی میان آنها شده است. بعضی رسانه‌های محلی افغانستان امروز با استناد به منبع‌های خود خبر دادند که گویا مقامات تاجیکستان به مهاجران افغانستانی 15 روز مهلت دادند تا کشور را ترک کنند. تا به حال مقامات تاجیک رسما در این باره اظهارات ندادند و مهاجران افغانستانی از سرنوشت خود نگران هستند. مولا رجب یوسفی و برات یوسفی تلاش کردند موضوع را روشن کنند. تلویزیون آمو و برخی رسانه‌های دیگر افغانستان روز 8 ایول با تکیه به منابعشان خبر دادند که گویا مقامات تاجیکستان به مهاجران افغانستانی 15 روز مهلت دادند تا کشور را ترک نمایند. دوام 2 روز اخیر میان مهاجران افغانستانی یک پیام خطی به طور گسترده پخش شده است که در آن آمده است اگر پناهندگان تا 2 هفته دیگر تاجیکستان را ترک نکنند به طور اجباری اخراج خواهند شد. ما برای دریافت شرح رسمی به دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی مراجعت کردیم، اما تا لحظه پخش این گزارش پاسخی دریافت نکردیم. اداره کار با پناهندگان در تابعیت همین وزارت قرار دارد. خبرنگاران رادیوی آزادی در شهر وحدت با چند مهاجر افغانستانی صحبت کردند. آنها در صحبت غیر رسمی گفتند که چنین آوازها به گوششان رسیده است، ولی تا حال مقامات تاجیکستان به طور رسمی چیزی به آنها نگفتند. سفارت افغانستان در تاجیکستان و جمعیت مهاجران افغانستانی آریانا نیز گفتند از مقامات تاجیک در مورد اخراج پناهندگان افغانستانی هیچ گونه آگاهی رسمی نگرفتند. پهن شدن چنین خبر در حالی است که در یک سال اخیر گزارش‌ها درباره بازگردانی اجباری گریزها به افغانستان زیادتر شده است. وزارت مهاجرت حکومت طالبان روز 31 می در خبرنامه اعلام کرد که 49 مهاجر افغان به سبب‌های نامعلوم از تاجیکستان اخراج شدند. کمیسریت عالی سازمان ملل در امور گریزها چندین مراتب از حکومت تاجیکستان درخواست کرده است که اخراج پناهجویان افغانستانی قطع کرده شود. بر پایه آمار آخری سازمان ملل در تاجیکستان تخمینا 9000 پناهجوی افغانستانی به سر میبرند. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی، دوشنبه. یک ساکن دوشنبه از بازرسان اتومبیلی شکایت دارد که به گفته او ناعادلانه جریمه‌اش کردند.
با گفته او بحث سری ماشین سیاه شیشه او سر زده است که باید اجازتنامه مخصوص داشته باشد. فرنگی سیدوه میگوید با وجود پرداخت قیمت اجازتنامه توسط نظام پولی الکترونی خادمان بازرسی او را در ساختکاری گناهکار میکند. سیدوه میگوید خود را حق میشمارد ولی نمیداند چگونه از حقوقش دفاع کند. تفصیلات در گزارش علیشیر ظریفی و امیر سویف. فرنگی سیدوه ساکن شهر دوشنبه از عمل دو ناظر راه شکایت دارد. به گفته او ناظران به اساس برای نداشتن اجازتنامه سیاه شیشه تنیروفکا بیشتر از 9000 سومانی جریمه اش کردند. اوید همی تنیروفکا معما شد. تنیروفکا ما کیتانچو داشتم. همه اوجتا داشتم. همین خاکی کاریشو ختم نبود. کاریشو نصب نبود در تنه ماشین ختم هم نبود. بعد من پیشنهاد کردم کیتانچی که در سیستم اسمارت پی سپردگی هستیم. از زیر همین سیستم وارد کردیم. سیستم اسمارت پی. و پیشنهاد کردم باید این چیز رد کردن. گفتن که این فالشیوی، این نادرست، این ساختگی. سیدوه میگوید تلاش‌هایش برای اثبات حق بودنش به نتیجه انجام یافت. مفتو شما اول سنجید فهمید اگر اینجا یگان کمبودی از طرف من باشد شما حق دارید که ماشین منو مخدوم کنید. لیکن من که سپردگی هم همین چیزا شما حق ندارید ماشین منو مخدوم کنید. حالا اونکه سیستم اسمارت پی شما کار نمیکنه این مشکلات شما باید کار کنید در سیستم اسمارت پی تو. خلاصه شده من مناقشه اونجا و کشی زیادی شد. گفتم برای محکم میکنیم. میگوید از برخورد دو ناظران راه معلوم بود که به بحث و دعوای بیشتر پول پیشنهاد میکرد رها میشد ولی او پرداخت جریمه رو افضل دانست. اگر من در اونجا ویا بگم چای پولی پیشنهاد میکردم ویا من حتما اونجا جواب میدادم. روز 3 ایول مسئولان بازرسی دولتی اتومبیلی ادعای فرنگیس را به اساس خواندند و تاکید کردند که او بیش از 4 ماه بدون اجازتنامه سیاه شیشه ماشین رانده است. در این نهاد از شرح بیشتر خودداری نموده گفتند که برای گرفتن اجازت صحبت باید اول به وزارت کارهای داخلی نامه رسمی فرستاده شود. فرنگی سندهای رسمی از جمله رسید پرداخت اجازه استفاده واسطه نقلیات با شیشه های سیاه را دارد. میگوید از راه بحث های دادگاهی شاید وقت زیاد لازم میشد تا ماشینش را از جریمه‌گاه گیرد. حقوقشناس شبنم اسکندر بر این نظر است اگر ناظران راه به تحقیق بیشتر به اساس راننده را جریمه کردند باید نزد قانون پاسخ گویند ولی همزمان تاکید میکند که راننده هم که به بیگناهیش دلیل و باور دارد لازم نیست جریمه سپارد. در این حالت راننده автомашина میتواند از بالای کارمندان بدعه برای چنین عملشان به پرокуратураи گنرالی جمهوری تاجیکستان یا سود مراجعت نمایند. همچنین راننده در اساس دلیل‌های اثبات کننده یعنی دارای رسید بوج دولتی 36 داشتنش میتواند به مبلغ 9000 سومانی ضرر رسانده شده را از حساب کارمندان بدعه رویاند. فرنگیس میگوید حال امید پس گرفتن مبلغ جریمه را ندارد بلکه میخواهد آن دو ناظر مجازات شوند و دیگر چنین حالتها پیشگیری گردد. حالا میخواهد با رسانه‌ای کردن قضیه بحث را تا دادگاه نیز کشاند. دادگاه ناحیه سینا در دوشنبه یک فعال سیاسی تاجیک را که سال گذشته از آلمان به تاجیکستان اخراج شد به 8 سال زندان محکوم کرده است. دلمراد ارگاشفی 40 ساله را که 13 سال اخیر در آلمان در کشور اروپایی زندگی میکرد ماه نوامبر سال 2024 به تاجیکستان بازپس فرستاد. فرهاد آدینه فعال مدنی تاجیک در آلمان گفت محاکمه دلمراد ارگاشف روز 27 فوریه صورت گرفته است و او با گناه دعوت عمومی برای فعالیت افراطگرایی به زندان محکوم گردید. تفصیلات این خبر و خبرهای بیشتر را می توانید از سامانه رادیوی آزادی پیدا کنید. تشکر که با ما بودید و طور گفتم مطالب بیشتر در صحیفه های رادیوی آزادی در صحیفه های اجتماعی ما هم قابل پیدا است. اگر شاهد حادثه و یا صحنه جالب و مهمی بودید می توانید درباره‌اش از راه زنگ تلفنی، نوار ویدیویی و عکس و خبر به ما معلومات بدهید. خدا نگهبان.